خب سلام علیکم بچه‌ها. این درس دویم است آیدی زبان سی پلس پلس. در این درس ما چیکار میکنیم؟ در این درس ما حاضر با همین برنامه شناس شدن یاد گرفتن میگیریم. خب یکم ما درباره تغییر یابنده ها با شما یکشان چیز گفتم میگذارم، بعدا دوامش میکنیم. تغییر یابنده های سی پلس پلس با درجه زبان حساس هایی که دا میمونیم هر دوشه دا قبول میکنه یعنی خب مثال میگیریم اینت ما تغییر یابنده ا داریم، اگر نایسونیم یا اینت دیگه و ای کلون میمونیم. مثال میگیریم ای کلون میمونیم اینه آره دیگه چی حساب میکنه ایشه دیگه چی حساب میکنه، یعنی با ای نظری سی پلس پلس ای هر داشت دا چیه یا چی نیست. این تاری پرابلم در بیسیک و ویزوال بیسیک نداشتیم، هر دوشه یا قبول میکنن. مثال از ما میگیریم اینجا دا یا تغییر یابنده دیگه. خب او ب خب ا ب خب ا ب مثال بگیریم با او ب. همین 4 تا تغییر یابنده گرفتیم. ما برای مثال ما نویسانیم همین هر 4 تاش 4 چی ای میگه، یعنی هر 4 امره یک تغییر یابنده نیو 4 تغییر یابنده قبولش میکنه. انا چی میگفتیم؟ بیسیک ویزوال بیسیک هر 4 امره یک تغییر یابنده گفته قبولش میکنه. انا میره گفته بگذارم، یعنی اگر ای سیو باشه ایشه انور گفته قبولش میکنه. انا بیسیک ویزوال بیسیک هر دی امره سیوش میگفت. خب تمام. ایش قطعی که فهمونده دیگه که گذارونده باشیم. یک کمتر فرقیت با بین یاد هسته. خب جمع ضرب تر تقسیمش هم خواهد رنگی پیشینه تغییر یابنده نو در چیه که درجه و ریشه ای کمتر دیگر خلایوزی هر شما در این درس میفهمونیم انشالله. بعدا سپارش وظیفه خانگیتون میتیم با همین درس دیگه ما با انجام میرسم. خب در اودایا اینکلود دیگه فرار میکنیم. اینکلود ایوستریم گفتنی خاصیت داره که برای شخصانی که باز پلس پلسی پیشینه اشنان بخشوگی میدونن. ایوستریم خب بعد ایوستریم یوزینگ فرار میکنیم. یوزینگ نیم سپیس د شخصانی که از با سی پلس پلس پیشنه کار کردن نفهمه. خب اینکلود ایوستریم در عادتا اول دایما ایوستریم هم خیلی کشوده میشید автоматик кушодагӣ буд. ҳозир боша stdfx кушодагӣ иострима мо дар панели темни файродаш мекунем. хоб анаи кодое ки дорем мо метавонем ёра бигирем. хабин ҳозирашта барои фаҳмоиш нами шумо ай ташма менависем баъд дарси сенда мумкин ки ёра бигирем. мо тағйир ёбандаҳои нав мегирем. хоб дар тағйир ёбандаҳои нав мо менависонем. хоб ай флот сар кунем. флот د якшан тағйир ёбандаро яки мегирем. е د ای اف. خب آنک پایان میخوام اصولی نوی داخل کنیم روی ما در جای استفاده میبریم بچه سین چکل که پرینت اف و سکن اف استفاده میبریم ما جای سین استفاده میبریم. سین آ ما پایان میخوام سین ب بخشش او به ما درجه گرفتیم. ما او به نداریم، ما داریم د و ی. د و ی ما می نویسانیم. انا ایش در می نویسانیم اف برابر پاو. انا پاو درجه در داخل قوس شما خب می نویسانیم ا ورگل ب. انایه حاصلی درجه همین چاپ کنید اما میتونیم ای دو سل چاپ کنیم، هم ای پرینت هم ای خب در چاپ کنید ما میتونیم هم ای پرینت استفاده بریم. نویشو میگیریم
Fش менависонем ба ҷойшон. خب با هست یک اپراتور دیگر با نام کوت. ای کوت هم استفاده برده ما چاپ کرده میتوانیم. انکه نگاه کنید اپراتورهای نو ما با شما خب تغییر یابنده را گپ دادیم. فلات چند تغییر یابنده را یعنی همچون دین خیلی که در ویژوال بیسیک گفته بودیم شما را نگفته بودیم میموندیم. خب سین برای داخل کنید اپراتور نو. خب این سین با هست پول درجه یعنی ایدامش از من یک تغییر یابنده من تغییر یابنده گفتم چی مانده می نویسنیم توضیحات مانده می نویسنیم. مثال در دیگر زبانی که بود ما می نویسندیم من نمیخوام کرشکا چند شد یعنی در درجه ده انا همین چیزی که ما نویسندیم این درجه. خب برنامه را سرش میتیم یعنی پوی ما انا همین اصول قطعی ایش در جای به درجه میاد ایشته چی را سر میتیم او به یشکی را مالیش کنیم اینجا در او بینه دهو یه. خب اگر شما با همون سین میچتاری در سرشوی پیدا میشید همون سرشوی با پیداش نگیره در پایین گالچکا داره اون را پخش کنین دیگه اون را نشون نمیتن. خب ما می نویسنیم مثال 4 این برنامه یک میکنه نویسنده بدیم همه 4 5 9 میشود. انا نگاه کنید یکون چی نویسندگی نیستن پیداش را گم شده است. در اینجا ما رقم می نویسنیم مثال رقمی که ما می نویسنیم موزی با درجه برداری عملی با درجه برداری اجرا میکنه یعنی دی ما میشه ما میگیم د اینتر انا ایجاش جای یه دما می نویسنیم سه یعنی ما گفتم که در با درجه 3 بردار. خب اینتر هم میجا کن اینا میگه اف ما تقریبا اف که داشتیم اف برابر 8 چید میگه اینجا با اصول خودش رنگی بلوگی نویسن 5.49 یا مشار 0 انا کود قطعی نویسندیم ب انا این نولش نشون دادم. خب فهم شده باشه بهترین انا این بود مثالی یعنی با درجه برداری. خب یه بار دیگه پخش میکنیم گم میشوه با جای همین شما الکی فهمیدین من بلوگیش توضیح میکنم هرچند هم یک کمتر اصولی بهتر بوده با نوشته جاتوش میومد. خب بعدا با دیگرش هم میگیم. انا اکنون با جای پو ما ریشه را استفاده میبریم در بیسیک ویژوال بیسیک در خاطر داشته باشین در هر دیو ما می نویسندیم اسکوئر. بازی اگر در این ما هم نویسندیم اسکوئر مثال میگیریم د جامی چو شد د جامیه در وقت نتیجه را برآوردن با ما خطاگی نشون میده نتیجه را برآوردن برنامه را سر دادن و ما الان خطاگی نشون میده بعد میگیم خطاگی چه سبب نشون میده ماده از برنامه کد عبدالله خطاگی ای سبب نشون میده که در اینجا ریشم یک کمتر تغییرات وارد شدگی در خود ریشم اسکوئر نیم یا عملی دیگه یه حرفی دیگه به همین الواش میکنیم چون که درجه همین علامتچه با پرگی با یک فونکسی دیگه اونا چکار که میگن خطاگی میگن ما میگیم که خطاگی تا قبله میتونیم کنیم انا اینجا یه علامت تی دیگه را پخش کنیم برنامه به کمبودی کردن میدرویه.
خب وقتی که برنامه که با کد اومد بعدش رو میبینیم. حاضرش نباشن همین خیلی اسکورتی هم یا اسکور هم یا حرف ت میگیره، با همین کاریو هم با راستی داخل میشه. درس های دیگه نصیب باشه با اپراتورهای دیگه هم میگذاریم. خب اینه بنویسیم مثال 3 اینجا ما 13 میگیریم برای که ریشه 16 میشه. ریشه 16 چوره اگر خطا نکنیم. اینا دو اصول پچت پرینت کتی. خب انا ایش کتی فهمه شیده باشد تا درس های آینده سربلند و خانواباد باشد. یا 10 مثال تایور کردن موندیم در زبان تاجیکی ترجمهش کرده. ای مثال های ابرامیان به دستمون رفتی. انا نگاه کنیم در اینجا اینا مثال یکم، مثال دیوم، مثال سه، مثال چهار، پنج، همه مثال های عادی ترینه با فرمولا هاش هم از طریق بعضی فرمولاش فرق کرد میکنم. شما میتونین همین ها را تا درس های دیگر کار کنیشه هم میتونین در بیسیک تمرین کنین، هم در ویژوال بیسیک، هم در سی پلوس پلوسی حاضر همون. خب بخیر که باشه تا درس های آینده سربلند و خانه آباد باشه.